اگه نمیتونی با FVG ترید کنی، این سگامو دنبال کن تا بتونی ازشون بازخورد مناسب بگیری. اینجا قیمت اومده پایینتر و نقدینگی این کف رو زده. به این رنج قیمتی که ملاحظه میکنید میگیم فاز اکیومولیشن یا جمع‌آوری، یعنی اوردرهای زیادی در هر طرف رنج جمع میشن. پس احتمالاً تریدرهای زیادی حد ضررهاشون رو در پایین این کف‌ها گذاشتن. پس میبینیم که بعد از اینکه قیمت میاد پایینتر و استاپ این تریدرها رو میزنه، سریع برمیگرده بالا. به این معنی که بعد از زده شدن نقدینگی دیگه انتظار ندادیم قیمت از این کف پایینتر بره و همین بهمون تایید برگشت روند رو میده. تایید بعدیمون این تغییر ساختار هستش. اینجا قیمت با یک کندل قوی سقف آخر رو شکسته. اینم از دومین تاییدمون برای برگشتن روند. حالا که میدونیم روند عوض شده، باید دنبال ورود در ناحیه ارزان فروشی باشیم. پس اگه یه فیبوناچی از کف به سقف بکشیم و حد وسط رنج رو مشخص کنیم، میبینیم که این FVG با حد وسط همپوشانی داره. دقت کنید که در شرایط صعودی باید سعی کنید که در یا پایینتر از حد وسط به معامله خرید ورود کنید. پس اینجا ورود میشه بالای FVG، حد ضرر میشه پایینتر از کندل اول FVG، تارگت هم میشه سقف‌های قبلی و میبینیم که قیمت بعد از پول بک تا FVG برمیگرده بالاتر و بهمون تارگت میده.